ما که نوب نیستیم ولی خب اطرافمونه که بگردیم نوب زیاد میبینیم. حالا نوبا چه شکلی هن؟ موقع بازی دارن نوتیفشون رو چک میکنن، با کیبورد نمیدونن چطوری کار بکنن. خلاصه تیمو به فنا میدن نوبا. معمولا سرشون خیلی داد میزنن. آقا همین چند روز پیش من و فرشاد و امیر داشتیم فوتبال بازی میکردیم. حالا چی شد؟ امیر یه سری دکمه ها رو همینطوری برای خودش میزد، به سختی خودش رو تا دم دروازه هم میرسون. بعدش چی میشد؟ میگفتیم امیر تو رو خدا پاس بده. به جای اینکه پاس بده شوت زد. اون سری گفتیم امیر تک به تکی تو رو خدا به شوت عقبیم، باز پاس داد. اصلا آدم نمیتونه پیش بینی میکنه که این انسان نوب قراره که چه تصمیم تو بازی بگیره. همین شد که فرشاد اعصابش خوش. الان چند وقته که اصلا با امیر حرف نمیزنه سر این موضوع. امیر دارک سولز بازی خوبیه؟ حالا این یه دلیل داره که ایشون گفت. خیر الان براتون میگم. گیمرای نوب نمیان که مکانیکای بازی رو یاد بگیرن، به جای شروع میکنن انتقاد کردن. میرن سراغ اولین باس فایت دارک سولز، مثلا دارک سولز 3 که تازه آسونم هست. اولین مشت رو که میزنن باسای 2 تا اینطوری میکنه و میمیرن. بعد میان شروع میکنن به گفتن که آره بازی مقواست، باسش در نیومده و از این جور حرفا. ولی خب این یه دلیلی بیشتر از این نداره که اینا در واقع نوب هایی هستن که اما خب این یه دلیل بیشتر نداره و دلیل اصلی هم همینه که اینا بسیار نوبن. اصلا نمیدونه که دایره رو بزنی تو دارک سولز جا خالی میده. یا مثلا تو بلادبورن اولین بار اصلا باید بمیری تا بونفایر سبز بشه و تو بتونی بازی رو ادامه بدی. ولی خب گیمرهای نوب تا اولین بار میمیرن میگن دیگه ولش کن بازی نمیکنن. شماره 8 همین که تا یه کیل میگیرن یا یه گل میزنن توی فوتبال دیگه ول نمیکنن. آقا اون روز امیر سر همین فوتبال یه گل زد، هی هر روز میاد پیشم میگفت یادته. هر جا که میرفتی میدیدی که امیر به نفر بغلی داره میگه که یادته اون روز گل زدم. باشه بابا آقا، ته ایمیلات لازم نیست بنویسی که من هفته پیش یه دونه گل زدم ولی 10-1 باختم. آقا گیمرای نوب معمولا اینطوری ان که میخوان بازی بکنن سر ادعا میزنن رو وری هارد، بعد میرسن به اولین باس سایت بازی یه مش میخورن و مچاله میشن. بعد از اینکه مچاله شدن میگن خب چیکار کنیم؟ میزننش رو درجه سختی نرمال، دوباره میرن و دوباره میبازن. بعد میگن چیکار کنیم؟ بذار ترینر نصب کنیم که مثلا جون بی نهایت بده و بتونیم این مرحله رو رد کنیم. مرحله رو هم رد میکنن، میرسن یه جا میبینن مثلا من باید سریع از یه سری موانع رد شم ولی خب دیگه با ترینر که کاری نمیتونم بکنم. دوباره میمیرن. مشکل این دسته از گیمرها اینه که اول از همه آقا اشکالی نداره تو بلد نیستی، یه سبک بازی رو تازه شروع کردی. مثلا من قدیما رفته بودم سراغ رزیدنت اویل، بلد نبودم، میترسیدم، از ایزی مود شروع کردم خودم. برو هم بذار رو ایزی مود هم راهنماهای بازی رو بخون. اسلحه ها و آیتم های مهم بازی رو از دست میدن. آقا این گیمرهای نوب اینطوری ان که مثلا وسط مرحله جی تی ای سان اندریاسیم، نیازه که تو بری مثلا رایفل و یه دونه کلت خوب و یه چیز دیگه بخری. به جای این کار میرن تو فروشگاه گپ هرچی لباس هست برای سی جی میخرن. بعد میرن سراغ مرحله میبینن که من اینو باید چطوری رد کنم. این که تو بتونی سرمایه‌ای که تو بازی میاد دستتو درست مدیریت بکنی خیلی تاثیر داره که مراحلی که داری طی می‌کنی برات آسون‌تر بشن یا نه. منطق بازی رو درک نمی‌کنه. آقا مثلا تو خیلی از بازی‌ها مثل هورایزن فوربیدن وست مثلا نیازه که تو برای اینکه یه رباتو شکست بدی که خیلی هم غول پیکره، اصلا به یه نقطه خاص از بدنش تیراندازی بکنی، شلیک بکنی. اینا رو میبینی افتادن به جون رباته، تمام تیرشون هم تموم شده، منابعشون هم مصرف کردن ولی هنوز یه ضربه کاری هم نتونستن به اون رباته وارد کنن. آقا این نیاز به این داره که تو منطق بازی رو درک کنی، بری راهنماهاش رو بخونی. بازی اینطوری نیست که تو فقط روشن کنی کنسول بری بسم الله دیگه بریم ببینیم چی میشه. اینطوری کار نمیکنه عزیز من. روی آیتم های اشتباهی سرمایه گذاری میکنن. آقا شما الان کافیه بری توم ریدر امیر رو ببینی، میبینی که کلکسیون انواع لباس های مناسب و غیر مناسب و ایشون تهیه کرده برای خانم لارا کرافت. ولی اما بنده خدا میره وقتی جلوی دشمنا که تا باهاشون مقابله بکنه هیچی نداره، مجبور میشه فوش بده.
مجبور میشه که فش بده جلو دشمنا، جیغ بزنه. بعد اصلا رایز آف توم ریدر امیر تو هوای برفی این چه لباسای غیر مناسبی تنش کردی؟ آقا گیمرهای نوب معمولا ترسو هستن. مثلا بهش میگی که چرا رزیدنت اویل بازی نمی‌کنی؟ میگی که نه من حال نمی‌کنم، ژاپنی ماپونیه. چه ربطی داره عزیز من؟ بگو میترسم، بگو آقا من از بازی‌های ترسناک میترسم، اشکالی نداره. یا میگی چرا دیمن سولز بازی نمی‌کنی؟ میگه بازی خوبی نیست. آقا این حرفو نزن، متاش الان 95 از 100. بگو بازیه که من نمیتونم فعلا بازی کنم. اصلا کلاً این قضیه که تو بتونی بپذیری که چی هستی خیلی مهمه. لازم نیست همیشه یه جوری باشی که بقیه بگن آره این خفنه. بگو آقا من اصلا نوبم تو یه سری از بازی‌ها، من تو بازی‌های نقش آفرینی نوبم خودم. سبک بازی رو درک نمی‌کنن. آقا همین امیر خودمون اون روز هیتمن ابسولوشن نصب کرده بود، بعد میگفتش که چرا تیرامون زود تموم میشه، چرا فقط 2 تا کلاش تو بازی هست. عزیز دل من این بازی که اصلا شوتر نیست، تو باید یه دونه تیر نهایت توی مرحله شلیک کنی. آخرش هم اومده به من میگه که کانتر که باحال‌تر بود. آقا اون اصلا یه بازی دیگه است، این یه چیز دیگه است. چرا قاطی میکنی اینا رو؟ چرا یکم دکتر سکویی طور شدم؟ پدر سگا این چه شکل و قیافه شما از کجا اومدین؟ اصلا به داستان بازی توجه نمیکنن. آقا این گیمرهای نوب اینطوری ان که مثلا یه کاتسین مهمی داره پلی میشه که توش معلوم میشه که شخصیتی که همیشه دوست و همراه ما بوده به خاطر اینکه ما رو نجات بده بنده خدا خودش کشته شده. بعد که اسکیپ کرد تون 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 اینترو زد، میاد میگه چی شد؟ این شخصیت چرا هست شد؟ برادر من، خواهر من، تو نیازه که کاتسینای بازی رو کامل ببینی. کلاً هنر بازی ساختن و بازی کردن یه بخش زیادیش به این بستگی داره که تو بتونی داستان و اون هدفی که نویسنده های بازی داشتن رو درک بکنی. فکر میکنن که هرچی بازی رو زودتر تموم بکنن خفن‌تر و پروپلیرترن. آقا این قضیه دقیقاً برعکسه. یعنی بازی ها، مخصوصا بازی های اوپن ورلد، یه بخش زیادی از پتانسیلشون رو توی مأموریت های جانبی و کارهای فرعی گذاشتن. مثلا زیبایی ردد به اینه که تو به عنوان یک کابوی بری بچرخی برای خودت تو غرب وحشی، بری شکار بکنی، اصلا بری یه جای کمپ بکنی، یه غذایی درست بکنی. مثلا خود من تو جی تی ام میبینم تا یه نفر دستشو برده بالا سریع وای میستم. اصلا کلی از صحنه ها و نکات ایسترگی جالب بازی تو همین مراحل فرعی و مأموریت های جانبیشه. مثلا یکی از باحال‌ترین مأموریت های جانبی جی تی ای 5 راجع به فیلم شاهکار نو کانتری فور اولد منه که اومدن یکی از صحنه‌های باحال اون فیلم رو تو شبیه سازی کردن. یا مثلا توی گاد آف وار رگناروک، من خیلی شنیدم که میگن این بازی جالب نیست، ولی به نظر من قشنگیش تو مأموریت‌های جانبیه. تو مثلا میری توی یه سری از مأموریت‌های جانبی، اونجا تازه درک میکنی که رابطه‌ای که بین کریتوس و مثلا لوکی به عنوان پدر و پسر هست چطوریه. کریتوس میاد مثلا از گذشتهش میگه که تو یونان باستان چیکار کرده. یا اصلا ممکنه یه سلاح پیدا کنی، درست میگم، یه سلاحی پیدا کنی که تو خود بازی خیلی به دردت میخوره. خب تمام چیزی که من تو این ویدیو سعی کردم بگم اینه که شبیه امیر نباشید. آقا اصلا برید امیر رو فالو کنید ببینید چی کار میکنه. این کارا رو نکنید. سابسکرایب بازار استریت یادتون نره. امیر رو هم دنبال کنید چون خیلی مهمه ها، مسخرتون میکنن.